بسم الله الرحمن الرحیم. در یک محفل عروسی یک پیرمرد در آخر مجلس شیشته بود. داماد آمد برش سلام داد، گفت مرا شناختین؟ گفت که نه نشناختم تو را، ولی مرا داماد دعوت کرده. گفت من داماد هستم، مرا چطور نشناختین؟ من شاگردتان هستم. چند سال پیش شما استاد ما بودین، در صنف ساعت قیمت بها گم شد و شما همگی شاگردا را طرف رویشان طرف دیوال کردین، تلاشی کردین. ساعت من دوزی کرده بودم. وقتی که آمدین نزدیک من بسیار به تشویش شدم که نال آبروی من میریزه پیش کلگی، ولی شما با دزی که ساعت از ما گرفتین تلاشی را خلاص نکردین، کل شاگردا را تلاشی کردین تا آخر همگی را با ساعت به صاحبش دادین و مرا برای کس معرفی نکردین، عیب ما پوشاندین. من از او خاطر از شما بسیار خوش هستم. پیرمرد گفت که من بازم تو را نشناختم. گفت استاد من شاگردتان هستم، چطور مرا امو؟ گفت به خاطر من تو را نشناختم که وقتی که من تلاشی میکردم چشمای خودم بسته کرده بودم. استاد حکمتش ببینین که با وجودی که عیب ازیره بر مردم فاش نکرد، افشا نکرد، برای خودش هم نخواست که بفهمه که دوست عیسی کی است. اینطور استادای با حکمت شاگردای بسیار بزرگ تربیت میکنند. دوستای عزیز، اگر ما شما عیب برادر مسلمان خدا بپوشانیم، الله جل جلاله در دنیا و آخرت عیبهای ما را